به نام ایران و به نام ملت بزرگ ایران درود و شادباش دارم خدمت شما عزیزان هر کجای جهان که هستید. روزی بسیار مهم رو با هم دیگه داریم تجربه میکنیم. میدونم بسیاری از شما دیروز شاد بودید، زدید، رقصیدید، حقتونه، طبیعی هم بوده، درست هم بوده. و من هم وقتی که این خبر رو شنیدم، خبر مرگ حقیرانه خامنه‌ای، از صمیم قلب خوشحال شدم، شاد شدم، بغض کردم برای تمام کسانی که به دست این آدم و به دست نیروهای مزدور این حقیر جانفدای میهن شدن. به یاد پدران و مادرانی که فرزندانشون رو در راه میهن از دست دادن، جاویدنامان، و همچنین تک تک کسانی که با هر سن سال، زن و مرد، پیر و جوان، در راه میهن کشته شدن، زحمت کشیدن. چه این جدیدها و چه قدیمی ها، از یاد نبریم. این یک ادامه تاریخی، در واقع از هنرمندان ما بگیر. این چند وقته من زیاد میدیدم که از بانو هایده تکه هایی توی فضای مجازی دست به دست میشه، تا آقای ویگن، بسیاری از هنرمندان ما که چشم به راه این روزها بودن. و ما خوششانسیم، خوشبختیم که داریم مرگ این حقیر رو به چشم میبینیم، مرگ مزدوران جمهوری اسلامی رو داریم به چشم میبینیم. همین چند دقیقه پیشم به من اطلاع دادن که ظاهرا صدا و سیما رو هم زدن، مجتبی خامنه‌ای هم به هلاکت رسیده. مرگ این اشخاص چیز کمی نیست. اینها موجوداتی هستند که عامل مرگ هزاران نفر بودن. و وقتی هم ما از مادران و پدران حرف میزنیم، وقتی از کشته شدگان حرف میزنیم، واقعا یک ادامه تاریخیه. یعنی از یاد نبریم، همینجور باید بریم عقب. خانواده ندا، گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، دایه مادر فرزاد کمانگر، و بسیاری از یک لیست بلند بالا از کسانی که بیگناه کشته شدن فقط و فقط به خاطر اینکه وضع موجود رو تاب نمی آوردن و در مقابل استبداد اسلامی میخواستن وایسن. و ما داریم شادمانه بر جنازه این حقیر میرقصیم، عشق میکنیم و منتظر لحظه های بعدی هم هستیم. شاهزاده رضا پهلوی هم همین متأخر یک بیانیه دادن، به نکات بسیار درستی اشاره کردن و یکی از نکات هم همین بود که مرگ ضحاک مهمه، به گور سپردن خامنه‌ای بسیار مهمه، ولی پایان قضیه نیست. همچنان باید شعارهای شبانه رو داد و همچنان باید منتظر بود تا اقدام بعدی، حرکت بعدی که تسخیر خیابان‌ها خواهد بود. و در موردش الان من باید چند نکته رو با شما در میان بذارم، با هم دیگه صحبت بکنیم به معنی. در هر صورت مرگ خامنه‌ای حقیر، این حقیرم که میگم از یاد نبرید، واقعا این شخص این حقارت رو در خودش داشت. جدای از اینکه ما سالها در انتظارش بودیم و نمیدونم برگردیم مثلا به جنبش دانشجویی 1378، موقعی که با اون سخنرانی معروفش که من جسم ناقصی دارم، مغز علیلی دارم، اینها مظلوم نمایی کرده بود و مزدورانش او میکردن، ما همه این جوانها، آدمها همه زنگ میزدن به هم دیگه که ببینید چی شده که گریه خامنه‌ای رو در آوردیم. یک آدم ناتمام، نیمه تمام. 2-3 سال پیش من یه برنامه‌ای ضبط کرده بودم سر ماجرای جنبش مهسا، که این آدم یه آدم ناتمام بود، میخواست کاریزمای خمینی رو داشته باشه، نداشت. پیش از اون تلاشش بر این بود که خودش رو به عنوان یک آدم فرهنگی یا آرتیست معرفی بکنه، حضور داشته باشه، نبود. و سرتاسر عقده، سرتاسر کینه و همگروهی‌های خودش، هم تیمی‌های خودش، کسانی که اینو بالا آورده بودن رو حذف کرده بود. و حتی تا این حد که دیگه ما که خودمون مدافع حقوق همجنسگرایان هستیم، اما این شکل تحقیرآمیز رابطه‌های احتمالی این آدم از گذشته در نوجوانی و ماجرای حمام منصوری
تا نمیدونم رابطش با سعید طوسی، اینها حتی اگر در حد شایعه هم باشه بسیار تحقیرآمیز بود برای خامنه‌ای، بسیار دردآور بود و این خودش اینا رو میدونست. شما مرگ خمینی رو مقایسه بکنید با مرگ این آدم. این خیلی دوست داشت به قول خودشون با عزت بمیره، حقیر، کوچک، به این شکل. عکسش الان منتشر شد. اون اسماعیل هنیه رو چجوری زدن؟ خرس‌الله رو چجوری زدن؟ این هم همونجوری زدن. و بعد نفوذ تا کجا؟ موشکی که ظاهراً فرستادن 2 ساعت 3 ساعت طول میکشیده تا برسه. اون نفری که اونجا بوده چقدر دقیق بوده، تا آخرین لحظه مونده بالا سر جنازه، از محصولش عکس هم گرفته رفته. موشک خورده، این اومده دوباره عکس گرفته، عکس هم فرستاده برای سابکار. اینقدر حقیر. یعنی اون مثالی که موساد میزد که آقا ما اینجا نیرو نداریم چون تمام نیروهامون ایران هستن، جدی بوده. همین الانش هم برمی‌گرده. شاهزاده رضا پهلوی در بیانیه‌ای هم که منتشر کردن به یک مسئله بسیار مهمی هم اشاره کردن، بحث نیروهای انتظامی، نظامی و اطلاعاتیه. و دیگه الان من فکر میکنم هر کسی ذره عقل و درایت انسانی داشته باشه میتونه بفهمه که قدم‌های بعدی مشخصه. نیرویی که در بطن میدان هست نیروی مردمه. یعنی هر نظم سیاسی احتمالی بخواد این طمع رو داشته باشه که در مقابل این نیرو وایسه، این نیروی میلیونی، حماقت. شاهزاده رضا پهلوی ارادش و ایمانش متکی مستقیم به اراده ملت. چه نیرویی میخواد بیاد و این ملت رو دوباره بکشه؟ شما اون موسنی و نمیدونم روستاها رو، فقط شهرها رو اصلا فعلا ولش کن، اونا رو شما چجوری میخواید ساکت کنید؟ 50 خورده هزار نفر نمیدونم چقدر آدم رو فله‌ای اینا کشتن، 2 هفته نشده هم دانشجو هم آدم ها اومدن تو خیابون، بعد فوش خار مادر دوباره دادن به خامنه‌ای، دوباره جاوید شاه. این ملت دیگه ساکت بشون نیست. خواستش مشخصه، ارادش مشخصه، پرچمش مشخصه، رهبرش مشخصه. حالا شما برو این ور اون ور برای خودت حرکتایی انجام بده و تصور کن که مثلا بتونی در این قضیه نقشی بازی بکنی. خودت رو فقط تحقیر میکنی. اراده این ملت مشخصه و فرمانی هم که الان شاهزاده داره میده مشخصه. تمام این نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی اسلحه رو باید زمین بگذارن و در مقابل فرمان رهبر ملی این قیام کرنش بکنن، بپذیرن، تبعیت بکنن. بعد سامانی گذار کار خودش رو انجام میده به مسالمت آمیزترین شکل ممکن. اون نظم بوروکراتیک، در واقع اداری سیاسی جامعه منتقل میشه یه دوره‌ای و اون 3-4 مرحله رأیگیری و قانونگذاری اون اتفاق میفته. به آرامش میریم برای مرحله بعدی. به هیچ عنوانم فعلا همین الانم پروپاگاندای شکست خوردی جمهوری اسلامی روی این قضیه است که منطقه شلوغ میشه و الان 4 نفر 5 نفر بریزن این ور اون ور و به سفارت آمریکا حمله بکنه، همه جمع میشه. ببین تموم شده. ما با آمریکای دوره کارتر روبرو نیستیم. همچنان که خامنه ای رو مثل موش، رسما مثل موش، اصلا من داشتم این قضیه فکر می‌کردم، اینقدر این ملت گفت موش مثل موش مرد. اون بقیه کوچولو موچولو ها هم هر جا باشن میزنن، اینو نقطه‌ای میزنن. حالا تو برو جلوی مثلا سفارت آمریکا تو پاکستان تظاهرات بکن، حمله انتحاری بکن، یا امروز من شنیدم مثلا به کانادا به باشگاه مثلا سرباز شاه
سالار غلامی مثلا حمله کردن، 17 تا تیر زدن. کیو شما دارید میترسونید؟ اینا جان فدای شاهن. ما جان فدای آماده ایم. وقتی میگم شوخی نداریم، آماده مرگیم، از ایران تا هر جای جهان. فکر کردید شوخیه؟ فکر کردید اون دوره است مثلا همینجوری اون دوره‌ای که ترور میکردید؟ نه، تموم شده. باخت رو باید بپذیرید. شرافتمندانه بازی نکردید، شرافتمندانه زندگی نکردید، شرافتمندانه حداقل باخت رو بپذیرید اگر ذره شرافت دارید، وگرنه به فجیع ترین شکل ممکن از بین میرید. دیگه این تهدید نیست، چیزی نیست که دهن من بیرون بیاد که بگه آقا لباسم برای خودشون اینجوری حرف میزنه. میبینید رهبرتون رو لطه پار کردن، 40 تا سردار رو نمیدونم فرمانده ارشد رو زدن، فرمانده ستاد نمیدونم سپاه رو زدن، فرمانده کل ارتش رو زدن، نیرو زمینی رو زدن. دیگه اینقدر که تو مغزتون عقل هست که تسلیم بشید، کرنش باید بکنید اگر درتون اصلا مخالف باشید. اما ایرانی که خودتون میدونید، تن بدید به نظم جدید، نظمی که برای شما اتفاقا جا میخواد بذاره، نظمی که میگم من میخوام دموکراتیک برخورد بکنم، مسلمان مسلمانشو باشه، بیدین بیدینشو باشه، مسیحی مسیحی باشه، نمیدونم عقیده حتی چپ هم داری برای خودت داری، کاری نه، کسی نمیاد که بیاد تو رو به خاطر کمونیست بودن، به خاطر سوسیالیست بودن، نمیدونم چپ بودنت بکشه. نه، قرار بر اینه که جامعه دموکراتیک در واقع ساخته بشه، جامعه آزاد با بازار مرتب و تمیز و آزاد، جامعه‌ای که توش بشه تفریح کرد، عشق کرد، شکوفایی داشته باشه، رونق داشته باشه، امن باشه. بعد تو تهدید میکنی ما ایران میکنیم نمیدونم فلان جا، میخوای دبی رو ناامن کنی. ندیدید صدام با کویت چه کار کرد و چه بلایی سرش اومد؟ فقط بدونید این بازی رو کشش میدید و هی بیشتر ازتون کشته میشه و تحقیر آمیزتر از بین خواهید رفت. اگر بین اینها هنوز اونایی که زنده هستن عاقلی وجود داشته باشه، طبیعتا اینها رو توصیه میکنه که با آرامش این اتفاق بیفته و فرصت و شانسی بزرگ هست برای اینها، چون با کسی مثل شاهزاده رضا پهلوی یه آدم دموکرات روبرو هستید. این شانس بزرگیه. میدونم ترس درتون وجود داره، اما اگر دست به خون آلوده نباشه یقین داشته باشید که اتفاق عجیب غریبی براتون نخواهد افتاد. جدای از همه اینها، خطاب به خودمون، ما قدم‌های مهم پیروزی رو برداشتیم، تعارف هم نداریم، سر بالا، سینه سپر، مغرور اما حواس جمع، شاد اما هوشیار. و من این نگرانی ها رو مدام دارم میشنوم. عزیزان، خامنه‌ای کشته شده، ما هم همه خوشحالیم، اما در این خوشحالی تنها نیستیم. مجاهدین هم خوشحالن، اصلاح طلبها هم خوشحالن، یه سری از عناصر وابستگی غیر مستقیم به اصلاح طلبان در خارج از ایران هم خوشحالن، گریه هم میکنن از سر شوق در واقع، چون اینها یکی از رقبای خودشون از دست دادن. اینها مانعی رو که جلوشون بود در راه قدرت و در راه اون منافع و جاه طلبی هایی که همیشه داشتن رو از دست دادن. شما یقین داشته باشید الان خاتمی هم خوشحاله، موسوی معلومه اینا الان منتظرن موسوی رو هم علم بکنن. یه سری از این عناصر جایزه بگیره متصل به اصلاح طلب ها هم خوشحالن الان. این خوشحالی یعنی ما باید حواسمون جمع باشه. نمیگم خیلی نگران باشیم، ولی حواسمون باید جمع باشه و در بازی سیاست و خصوصا وقتی که پای قدرت‌های جهانی هم در میان هست، نقش نیروی مردمی بسیار اهمیت پیدا میکنه. یعنی ما الان چند لایه جانفدا میخوایم. یه سری جانفدایان اطراف شاه باید باشیم،
یه سری جانفدایان نیروهایی باید باشیم که این نیروها اهمیت دارن برای حضور انقلابی. بسیاری از ما هم باید جانفدایان کف میدون باشیم، تعارف نداریم. من به شخص خودم رو جانفدای کف میدون میدونم، یعنی فردا روز اگه قرار باشه که ما حرکتی اتفاق بیفته وارد میدان بشیم، تو اون منطقه ما باید باشیم، تو اون اندازه باید باشیم. هر کسی تو هر جایی که میتونه. و این مسئله در واقع این حواس جمعی که دارم میگم به هر حال مسئله مهم که 2 روز دیگه الان ببینید تو همین توییتر رو که شما میرید نگاه میکنید میبینید ارتش آمریکا، ارتش مدام دارن اینو نظرسنجی میذارن که نگاه ها نسبت به رهبری شاهزاده چجوریه. از یاد نبرید مجاهدین شاید 2-3 هزار نفر باشن اما لابی سیاسی بسیار قوی دارن. اصلاح طلبها ممکنه که مشروعیت سیاسی نداشته باشن، مردم تف تو صورتشون هم نندازن، اما بسیار حیله‌گرن و از جهت مالی هم اینا قوی هن. اینا تو همین 30-40 خورده ای سال خودشون رو قشنگ بستن. ما نفراتی میشناسیم همینجا تو خارج از ایران، اینا فامیلان مستقیم عناصر اصلاح طلب جمهوری اسلامی هستن، پولدار و از خوب. جدی قضیه. حواسمون به همه اینا باید باشه. یعنی صدای رهبری ملی قیام ماها هستیم. اگر پیش از این روزانه بود الان ساعتی دقیقه‌ای باید تو میدان باشه. اصلا بذارید اینجوری بگم، بازی تازه شروع شد. تا زمانی که سامانی گذار قدرت رو به دست نگیره، بدنه میانی جمهوری اسلامی در مقابل شاهزاده رضا پهلوی کرنش نکنه، قدرت رو تحویل نده، بازی هنوز به اون مرحله‌ای که ما لازم داریم نرسیده. حالا بماند که اون شکل ورود شاهزاده به ایران چطور خواهد بود و اینا. الان شادیامون رو داریم میکنیم، خیلی هم عالی، عشق بکنید، لذت ببرید، ولی وظیفه من به عنوان یه شهروند در کنار شما اینه که بگم آقا شادی داری میکنی، حواست باشه اونقدر شادی نکنی یه دفعه یادت بره که هنوز بازی تموم نشده. مثل این فایترها که یه مشت میزنه فکر میکنه بازی تموم شده، بعد میاد از اون ور خمشو میگیره و چوکش میکنه تموم میشه. بازی تموم نشده هنوز. درست تهدیدات اینا هم تهدیدات جدی دراز مدتی نخواهد بود، خفه میشن، بمبگذاری و فلان و نمیدونم ما تو منطقه آشوب بپا میکنیم، اما باید ما حواسمون باشه هم به نیروهای سیاسی که اینها ما میدونیم که نیروهای سیاسی سالمی نیستن که مهمترینشون اصلاح طلب ها هستن، و هم به مسائل امنیتی. از امنیت خود شاهزاده رضا پهلوی بگیرید تا امنیت عناصر مهم، تا اون چیزی که در بطن جامعه باید اتفاق بیفته، یک جامعه متشکل. همین چیزی که ما الان داریم میبینیم. یعنی این اتحاد رو ما اگر داشته باشیم دیگه همینه دیگه. وقتی میگه چیزی داره کار خودش رو درست انجام میده دیگه اینو نباید خرابش کنیم. این 2 ماهه ملت ایران نشون داد که کارش درسته، مسیر درسته، همین رو باید ادامه بده. یعنی اگر میخوایم به نتیجه نهایی برسیم پشت سر هم باید، من همینجا پیشنهاد میکنم معطل جایی نشیم. اون گروه ها الان باید آمادگی خودشون رو داشته باشن، ایده پردازی بکنن، کار تبلیغی و آماده ما باید باشیم. تولید محتوا، 10 پادکست، 10 گفتگو. من خودم به شخص شروع کردم کار مولا، جدای از این داستانهای خودم، از اون ورم با بچه‌ها صحبت کردم، حتما باید حلقه‌های فکری ساخته بشه. کارگروه‌های داوطلبانه باید ساخته بشه. همین هفته دیگه یه دفعه یه ماه دیگه گفتن آقا ایران آماده باید باشیم، چون بچهای داخل که آمادن، اونا آمادن. این نیرو وقتی میخواد بره باید آماده باشه. انگار مثلا
یک نیرویی که اومده بیرون کار بدنی میدانی خارج از میدان رو انجام داده، اون نیرو تمرینات سخت داخل رو انجام داده، اینا قراره که یه جا به هم دیگه بپیوندن. یعنی حضور تبلیغاتی ما، حضور مجازی ما بسیار مهمه. کاری که ما روزانه داریم انجام میدیم، یک لحظه نباید شک بکنید که الان مثلا اینترنت تو ایران قطع بشه. یا یعنی گفتیم ما الان ما میفهمیم اون جنگ 12 روزه چرا نتیجه‌ای که ما میخواستیم اون موقع نداشت، چون جامعه هنوز جامعه یک پارچه‌ای نبود، معلوم نبود. و به همین دلیل گفتیم 14 فوریه مونیخ، تورنتو، لس آنجلس چشمهای اطلاعاتی و امنیتی نظامی غرب باز بود که ببینه رفتار جامعه ایرانی چیه، این جمعیت میلیونی چی میگه، کیو صدا میکنه، چی کار میخوان، میتونن 4 تا تظاهرات بدون دعوا و درگیری خودشون ایجاد بکنن. ما بردیم، ما نشون دادیم میتونیم، فهمیدیم چه نقطه‌های ضعفی هم وجود داره، اونا رو باید ترمیم بکنیم و یاد گرفتیم هیچ چیزی جز اون چیزی که پیش روی ماه، هیچ هدفی مطلق از من بگیر تا هر کسی دیگه، جز اون هدفی که روبرومون هست به این ور اون ور مطلق هیچ چیزی نباید حواسمون رو پرت بکنه. هر شخصی یا هر موضوعی بخواد حواس ما رو از انقلاب پرت بکنه حذفش باید بکنه. ما الان فقط یه هدف داریم و پیشروی. و 14 مونیخ جواب خودشو، 14 فوریه مونیخ و لس آنجلس و تورنتو جواب خودشو داد. این چیزی که ما الان داریم برداشت میکنیم نتیجه اونهاست. وگرنه میتونستیم میگم ما میخوایم بریم تو خیابون که چی؟ الان مثلا 2 میلیون هم بره تو خیابون. کجای تاریخ میتونستی ببینی که رئیس جمهور یه مملکت، نخست وزیر یه مملکت بیان اینجوری مسئله خودشون رو گره بزنن با مسئله ملت؟ ترامپ وقتی میاد حرف میزنه یک بخشیشو اشاره میکنه، اصلا وقتی توش حرف میزد من مو بر بدنم سیخ شد. تو چرا اینقدر داری احساس قرابت و نزدیکی میکنی با یه ملت و سرنوشت یک ملت؟ چون اونم میدونه ایران و منافع ایران الان گره خورده با منافع منطقه، با منافع حتی آمریکا و اروپا و اسرائیل. اصلا چیز بدی نیست. همینو ما نمیتونستیم تو سر مثلا فلان بازیگر فرو بکنیم که آقا این منافع مشترکه، این جنگه مثل دعوای فامیلی میمونه، کشور ما رو گرفتن، خونه ما رو گرفتن، انگار 4 تا فامیل دور دست به دست هم دادن که اون دزد رو، اون آدم خاطی رو در واقع ادب بکنن. ولی الان کردن. همه چی داره درست پیش میره، همه چی داره طبق سیستم و برنامه پیش میره. فقط بحث اینه که حواسمون پرت نشه، نه با شادی نه با اتفاقات سیاسی که ممکنه بعد از این بیفته. این به نظر من یکی از مهمترین نکاتیه که ما الان باید حواسمون باشه. و این جنگ تموم نشده، مدام ممکنه خبرهای جدید بشنویم و من واقعیتش در رابطه با بحث شورای رهبری و فلان و نمیدونم تعیین جانشین اینا اصلا جای به نظر من نگرانی نیست. طبیعیه که اونها بخوان چنین کاری بکنن و این صحبتایی هم که از ترامپ منتشر شده که نمیدونم ما رهبر در ایران داریم و نمیدونم با در مورد چند نفر حرف زد و اینها، من واقعیتش به نظر من این آدم همیشه چپ میزنه راست و میگیره، مثلا یه بازی داره که خیلی نمیشه فهمید که چه اتفاقی میخواد بیفته. شواهد امر ظاهرا نشون میده که اینها توافق دارن روی قضیه و میدونن که تمام اون چیزی که الان گفتیم رو صفحه چه هست. ملت ایران ارادش مشخصه، مسئلهش مشخصه و تعیین کننده نهایی ما هستیم. یک ثانیه نباید در این قضیه شک بکنیم. اون کسی که بازی رو قراره به پایان برسونه فقط و فقط ملت ایران هستن. ما طبیعتاً از این کمک خارجی به درستی باید استفاده بکنیم، ولی حواسمون باید باشه که صحنه رو یک ثانیه هم خالی نکنیم.
پاینده ایران جاوید شاه.